تو این دنیا هیچ فرقی بین خوب و بد وجود نداره. تو من از خوب بودن خودم متنفر کردی. خب فیلم پیر پسرم که با هم دیدیم، دوست داشتم نظر تو از موضوع روانشناسی در مورد این فیلم بگی. فیلم پیر پسر از دیدگاه اسطوره‌ای بخوایم نگاه بکنیم تقابل همون جنگ همیشگی و تقابل پدر و پسر هستش. اون جنگ همیشگی و پنهانی که تو جایگاه خانواده هست، اینکه پسر تا یه حدی میره جلو و پدر از اینکه بخواد توسط اونها به پایین کشیده بشه خب یه واکنشایی رو نشون میده. اول بپردازیم به بازی درخشان و تکرار نشدنی حسن پورشیرازی. به نظر من تو کارنامه سینماییش بخوایم نگاه بکنیم فیلم‌های مختلفی بود. فکر کنم مهمان مامان بود و فیلم‌های دیگه بودش، به دل می‌نشستم. ولی توی این فیلم واقعا من مات و مبهوت بازی شدم. عجیب غریب فیلم جالبی بود از نظر من، بماند که به خاطر اون تایم زیاد 3 ساعت و 10 دقیقه‌ایش خیلی ها منتقدش بودن. ولی خب اینو آروم آروم باید مزمزه کنیم فیلم تا به دلت بشینه. خب اگه از دیدگاه اسطوره‌ای بخوایم به این داستان نگاه کنیم، تو داستان کوه المپ کرونوس از ترس اینکه فرزندانش بیان به تخت پادشاهی بنشینن شروع کرد به خوردن اینها و اینها رو بلعید، تا جایی که همسرش رعا برای اینکه دیگه آخرین بچه‌ش رو حفظ بکنه به اسم زئوس اون رو توی یک غار پنهان میکنه. تو داستان قرآنی هم شما میبینید که برای موسی هم همچین اتفاقی افتاد، ولی در نهایت پسر بر علیه پدر طغیان کرد و یه جاهایی بر تخت پادشاهی نشست. توی این فیلم هم دقیقا شما میبینید یه جاهایی حسن پورشیرازی یا غلام باستانی یه جاهای ترس از این داره که چون زمزمه بچه‌هاشو میشنوه، یه جاهای علی و برادرش نشستن با هم دارن صحبت میکنن درباره این که ما اگر بکشیم چی میشه، اگه من داداش کوچیکه میگه اگر من بکشمش تو میتونی قیم بشی و بعدش رضایت بدی که من بیام بیرون. اینا دارن با هم صحبت میکنن، پدر این رو میشنوه و همون داستان و جنگ اسطوره‌ای بین اینها شکل میگیره. خب جالبه جلوتر که میریم میبینیم اون بازی درخشان و فراموش نشدنی حسن پورشیرازی که تو کارنامه هنریش به نظر من این نقطه عطف زندگیش بود میاد، خیلی بازی‌های زیرپوستی جالبی نشون میده. خب شما تو داستان اسطوره‌ای میبینید یکی از همون پسرها که توسط کرونوس خورده شد پوزیدون بود. این فیلم به شدت پوزیدونی هست. حالا برای اون دسته دوستانی که خیلی با انرژی مردانه پوزیدون آشنایی ندارن بگم که پوزیدون خدای دریاست. بعد از اینکه کرونوس رو بچه‌ها اومدن کنار زدن، هر کدومشون یه بخشی رو گرفتن. زئوس خدای خدایان شد، خدای آسمان ها شد که نمادش عقاب، پوزیدون خدای دریاها شد. و جالب این کینه ورزی، عقده، خشمی که از گذشته داری، این که از گذشته هیچی یادت نرفته و تمام آسیب‌هایی که آدم‌ها بهت رسوندن و یه جاهایی می‌خوای این رو تلافی بکنی، تمام اینها رو شما تو انرژی مردانه پوزیدون می‌بینی و حسن پورشیرازی به خوبی این پوزیدون رو نشون داد. تو 4 تا جا جالبه این انرژی پوزیدون رو شخصیت غلام خیلی خوب نشون میده. اون جایی که شرط بندی میکنه با شاگرد قهوه خونه‌ای و بهش میگه که اگر من باختم یا اگر تو باختی توی جمع میتونیم به هم دیگه یه سیلی محکم بزنیم که نشون میده این شرطو باختیم. و جالبه همون لحظه با خشم وقتی برنده میشه اون سیلی محکم رو بهش میزنه. یا مثلا فراموش نکردن اتفاقاتی که در گذشته بود. خب حالا اینجا یه ذره اسپویل میشه فیلم، ولی خب بهتره که بگیم برای تحلیلش. اینکه بچه کوچیکش نشون میده یه جای حرامزاده بوده و بچه خودش نبوده و از گذشته این کینه رو حفظ میکنه تا اون سکانس معروف فیلم توی آخر فیلم که اون کشتن و قتل اتفاق میفته. چون ذات پوزیدون اینه، یعنی توی 2 سالگی هم اگه یه چک بهش بزنی تا 35 سالگی تا 40 سالگی یادش نمیره و یه جاهایی باید این بدهی که داری رو باید نقد بکنه و انتقامش رو بگیره. کینه توزی که توش داره، هیجانی که توش داریم، فراز و فرودهایی که نوسانات خلقی که شما توی غلام میبینی، یه جاهایی به واسطه مواد مخدر، به واسطه مشروب خوردن شما نوسانات رو میبینی، تو شخصیت پوزیدون میبینی. بله پوزیدون از یه طرف یه شخصیت عاطفی و خوب میتونه باشه، ولی بعد منفیشو اینجا غلام به خوبی بازی کرد که یه جاهایی اون خشم
کینه رو به شدت داشت نشون میداد. خب این یکی از اون مشخصات انرژی پوزیدون هستش که به خوبی توی این فیلم دیدیم. خب اگه از دیدگاه DSM هم بخوایم ببینیم از بحث اختلالا، خب شخصیت ضد اجتماعی و اسکیزوفرنی هم میتونست داشته باشه. مثلا اینکه با یه ماشین توی خیابون جلو همه آدما دنبال زن و بچه مردم میفته، اینکه میخواد به اصطلاح اتو بزنه، اینکه رفتارهای جنسی پرخطر داره. حتی دوستاش وقتی بهش میگفتن که اینا کیان، چجوری اینا رو بلند میکنه میاره خونه، چجوری با اینا رابطه جنسی داره، آیا نمیترسه؟ خب شما توی شخصیت سازمان مرزی، توی شخصیت ضد اجتماعی این رفتارهای پرخطر جنسی رو میبینید بدون اینکه فرد هیچ ترسی داشته باشه. یعنی هر کسی جلوش میاد بی واسطه میخواد که باهاش ارتباط رو داشته باشه. آره از نظر اختلالا هم خب این رو میتونیم شما توی شخصیت غلام ببینید. نظرت در مورد شخصیت علی یا همون حامد بهداد توی این فیلم چیه؟ حامد بهداد یه نقش جالب و زیرپوستی توی این فیلم بازی کرد و از نظر من انرژی مردانه هفایستوس رو یه جایی تداعی میکرد برای من. انرژی هفایستوس شخصی هستش که سرش به کار خودشه، خیلی دنبال پیشرفت آنچنانی، این که ملک بگیرم، ماشین بگیرم، دیده بشم، دخترها منو بپسندن، خیلی دنبال این نیستش. و شما توی بخشای اینو میدیدید که سرش به کار خودش بود، همون کتاب فروشی خودش رو داشتش و یه جاهایی هم میومد از قالبش خارج بشه، درباره چیزا خیلی بخواد صحبت بکنه که کتاب چی هستش، موضوعش چیه، که صاحبکارش خیلی خوشش نمیومد. و اون شخصیت لجبازی رو باز توش دیدین. تو هفایستوس یکی از پاشنه آشیلاس این شخصیت لجباز بودنش میتونه باشه. از یه طرف شخصیت حادث رو داشتش، اینکه گوشه گزینی داشته باشه، اینکه بخواد همش درباره معنویت و نمیدونم عرفان و اسپریچوال و معنویت و اینجور چیزا بخواد صحبت کنه. خب توی بخشای اینو داشتش. و وقتی جلوتر باز میریم از منظر DSM هم اگه بخوایم ببینیم، شخصیت اوایدنت و اجتنابی هم داشتش. هرچی برادرش ترغیبش میکرد که آقا بیا حق تو بگیر، چقدر میخوای پادو باشی، چقدر میخوای کارگر باشی، بیا اینجا رو بکوبیم، حقمون از پدرمون بگیریم. این شخصیت اجتنابی شما توش میدیدید که خیلی پیش نمیرفت که حقشو بخواد، یه جنگندگی تو زندگی داشته باشه. حتی موقعی که لیلا حاتمی هم اومد و بین پدرش و این رو انتخاب کرد، باز این اجتنابو میدیدی. خب یه جایی لیلا حاتمی میگه همه آدما آرزوشونه با من باشن، همه آدما دوست دارن با من رابطه بگیرن، اینکه الان من به سمت تو اومدم چرا این ترغیب نمیشی؟ و شروع میکرد این رو میبرد توی معنویت، خیلی بهانه‌های مختلفی رو می آورد و این رو بیشتر تو شخصیت حامد بهداد توی خانواده میدیدیم. خیلی کوتاه درباره برادر کوچیک علی هم بگم، اسمش رو یادم رفت، خیلی جالب بود. انرژی هرمس رو برای من تداعی میکرد، اینکه پدرم سری خونه رو بفروشه یا مشارکتی بده، من به تمام آرزوام برسم، از این خونه بزنم بیرون، یه زندگی بدون دردسر رو داشته باشم. خب یه جاهای شما میبینید پاشناشیل افرادی که انرژی هرمس رو دارن اینه که اصلا توی اسطوره‌اش هم اینه، کسی هستش که یه بالی به پاش وصل هستش. این نشون میده اینا همیشه یه نوجوان ابدی هستن، همیشه دنبال این هستن که بخوان به یه جاهایی برسن، خوش بگذرونن، خیلی بهای اهدافشون رو ندن، یه زندگی راحتی داشته باشن. خب اینا رو توی شخصیت برادر کوچیک علی میدیدیم و یه جاهایی طغیان کرد بر ضد پدر، این که بخواد به جایگاه اون برسه. و جالب توی فیلمم شخصیتی که تداعیگر هرمسه همیشه بیشتر توی کارهایی مثل دلالی، مثل کار املاک، کار دلالی اتومبیل و اینجور چیزا بیشتر دیده میشه. توی این فیلم هم ایشون خب توی املاک کار میکرد و به خوبی کارگردان این رو داشت نشون میداد. نظر در مورد نقش لیلا حاتمی چی بود؟ لیلا حاتمی یکی از بازی‌های درخشانش رو انجام داد. کوتاه بود ولی تاثیرگذار بود. از نظر روانشناسی اسطوره‌ای بخوایم نگاه بکنیم، توی الهه‌های یونان شخصیت آفرودیت، الهه آفرودیت نشانگر اغواگری، لوندی، جذابیت زنانه هستش که از همون لحظه‌ای که دوربین روی پاهای ایشون اومد و صندلش رو روی فرش نشون میداد، کارگردان میخواست روی لوندی زنانه این شخصیت مانور بیشتری بده. خب شخصیت لیلا حاتمی کسی بود که مردای زیادی دنبالش بودن، یه زن میانسال جذاب جا افتاده که همه مردا حتی برای
شاید یک روز یک شب دوست داشتن که در کنارش باشن. و جالب شما شخصیت آفرودیت یا انرژی زنانه آفرودیت رو میبینی کسی هستش که اگر توی برکت باشه خب دیزاین خونه، نوع چینش خونه، لباس پوشیدن، لوندی کردن، شوخی ها، شیطنت های دخترانه، همه اینها تداعیگرش هستش. اما اگر توی برکت نباشه، یعنی رو بعد سایه ها و بعد منفیش فرد باشه، کسی میشه که میتونه خیلی از مردها رو از راه به در بکنه و خیلی هاشون هم ناکام میذاره. یعنی مدلش این شکلیه که تا لب چشمه میبره و تشنه برت میگردونه، که یه جای خود لیلا حاتمی تو فیلم اشاره میکنه، میگه که خیلی از این آدم‌ها رو من سر کار میذارم، خیلی هاشون برام خرج میکنن، خیلی هاشون فقط در اصطلاح لاس میزنن و نمیذارم که به یه دوستی پایدار بخواد برسه. بله یه جاهایی شما میبینید که این رو لذت میبره از اینکه آدم‌ها رو آزار بده. خودش میگه من لذت میبرم از اینکه آدم‌ها دنبال من بیان، آدم‌ها ناز منو بکشن و اینکه عشقشون رو نیمه کاره بذارم. همین رو شما توی فیلم مالنا که مونیکا بلوچی به خوبی این رو نشون داد و وقتی همسرش رو از دست داد، تمام مردا از نوجوانا بگیرید تا مردان کهنسال اون شهر دنبالش بودن که حداقل یه روز باهاش باشن و در سودای اون بودن. شما به خوبی میبینید که تو شخصیت لیلا حاتمی ما این رو دیدیم که تمام اطرافیانش دوست داشتن باهاش باشن و همین کار رو با حسن پورشیرازی کرد. از اینجا به بعد حالا یه بخشی میخوام اشاره بکنم که آفرودیت میتونه این کار رو بکنه. خودش هم میگفت که من اراده بکنم مرد دیگران رو، یه خانم رو میتونم از دستش بگیرم. و همین جنگ رو که سالها شما توی کشورهای مختلف، توی پادشاههای مختلف میبینید، در گذشته جنگ هایی بوده که بر سر زن بوده، شما میبینی آفرودیت این قدرت رو داره. توی این فیلم لیلا حاتمی دقیقاً اومد پدر و پسر رو در مقابل هم قرار داد که ببینه کدوم یکیش میتونه برنده بشه و حتی اگه یکی هم برنده میشد باز هم به این عشق نمیرسید، یعنی این عشق نیمه کاره میمون، چون ذات آفرودیت اینه. از دیدگاه DSM و اختلالات هم بخوایم ببینیم، یه جاهای شخصیت هیستریونیک یا نمایشی هم این بازیگر داشتش، به خوبی داشت نشون میداد. شما باز تو شخصیت هیستریونیک یا نمایشی هم اینو میبینید، شخصیت کس لاس زدن، از چت کردن، از اینکه دیگران رو بخواد عشقشو نیمه کار بذاره، اینکه همش به من توجه بکنیم، بسیار بسیار لذت میبره و هیچ وقت رابطه های عمیقی نداره، همیشه رابطه های سطحی هستش، ولی خب از همین سطحی بودنه داره لذت میبره. برای جنبندی برگردیم به اون داستان اسطوره‌ای. یه جایی پدر کرونوس بهش میگه که تو این کاری که با من کردی و من رو از تخت پادشاهی کشیدی پایین، یه موقعی بچه‌هات باهات این کارو میکنن و جالبه و بهش میگه که تو رو تو بند میکشن و تو رو از تخت پادشاهی میکشن پایین. یه جایی جالبه شما توی فیلم میبینید که اون دوتا داداش در و پیکر رو میبندن، در رو قفل میکنن، مواد پدرشون رو میریزن دور، مشروباتش رو میریزن دور که یه خماری بکشه، تحت اون فشار بیاد بهشون امتیاز بده. و دقیقاً این داستان اسطوره‌ای برای من تداعی شد که چقدر جالب اومدن طغیان کردن بر مقابل پدرشون و اون رو محصورش کردن تا بخوان اون رو از تخت پادشاهی بکشن پایین. جالب شما توی چند سال پیش توی اون شبه کودتایی که بن سلمان بر ضد پسر عموهاش، پدرش و کسای دیگه انجام داد، دقیقاً این اتفاق افتاد که ایشون اومد توی یه هتلی تمام اونا رو محبوس کرد و ازشون رضایتنامه گرفت که کاری بکنن که من ولیعهد بشم و اومد این کار رو انجام داد. دقیقاً همون رو شما تو داستان کرونوس می‌بینید، دقیقاً همون رو توی این فیلم شما می‌بینید و می‌بینید که این داستان داره برای خیلی از آدم‌ها تکرار میشه. در نهایت بحثمو جمع‌بندی بکنم، خیلی من که لذت بردم. اگر بخوایم خب جنبه‌های منفیشو در نظر بگیریم، یکی زمان بود به نظرم که خیلی صداشون در اومد، یکی تاکید بر خیلی جاها دیالوگ‌های تکراری و نقش‌هایی بود که انجام میدادم و نقطه منفی سومش به نظر من کم بودن لوکیشن ها بود. از نظر من جذاب بود، لوکیشن خونه خیلی عالی بود، خیلی جاها مثلا شما تابلوها با حرف میزدن، کارگردان نمادشناسی به خوبی داشت. توی تابلو شما داستان حمله نادرشاه به هند و فتح هند رو داریم میبینیم که چه جوری با قدرت اومد این کار رو انجام داد. خب یه جاهایی همون رو تو روابط پدر و فرزندانش میبینی، یه جایی توی قهوه خونه داستان
کشته شدن سهراب به دست رستم رو دارین شما میبینید. رو نمادشناسی خیلی خوب کار شده، ولی خب اگر لوکیشناش بیشتر بود شاید از این یک نواخت بودن و خطی بودنش میکاهید. در نهایت من سجاد زمانی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی، و دوست داشتم که این فیلم رو که 2 روز پیش دیده بودم رو با دوستان به اشتراک بذارم و از یه دیدگاه روانشناسی و یه منظر اسطوره‌ای بخوایم بهش نگاه بکنیم. امیدوارم که مورد توجه دوستان واقع شده باشه.